به نام خدا، من موسوی هستم. شما در کانال ترید تاپیکس هستین. ویدیو امروز در واقع اولین ویدیو از آموزش های تریدینگ. حالا نوع آموزشش که ذره با کانال های دیگه یه ذره که نه خیلی فرق میکنه. حتما ویدیو اصلی رو که به عنوان معرفی کانال هست رو مشاهده بکنید تا روند کار کانال رو کاملا متوجه بشید. موضوع امروزمون اینه که تریدینگ چیست و چگونه میشه تریدر شد. ترید در واقع لغت انگلیسی تجارته. تریدر هم که یعنی همون تاجر، یعنی دقیقاً توی این چیزی که در واقع ما میخوایم کار بکنیم توی این قسمت سهام، فارکس و چیز دیگه، این دقیقاً تجارته. یعنی هیچ فرقی با تجارت نمیکنه. شما تو تجارت یه کالایی رو میخرید، تلاش میکنید به پایین ترین قیمتی که میتونید برید چونه بزنید و به پایین ترین قیمتی که میشه از اون فروشنده بخرید. بعدش حالا یا اصلا مثلا توی شهری میخریدین، توی کشوری میخریدن قدیم، من میدونم سوار شتر میکردن میوردن توی یه شهر دیگه، یه کشور دیگه، اونو میفروختن به قیمت بالاتر. یا اینکه تاجرها الان چیکار میکنن؟ یه جنسی رو میخرن، انبار میکنن، صبر میکنن که زمانش قیمت مناسب تر شد و قیمت بالاتر رفت، اون جنس رو میفروشن. به این تفاوت قیمته، یعنی شما قیمت رو ارزون میخرین، جنستون رو صبر میکنید، یا حالا مثلا مثل قدیم مسافرت میکنید، بعد به یه جایی میرسین که قیمت بالاتر از قیمت خریدتونه و جنستون رو، اون کالاتون رو میفروشین. به تفاوت این قیمت خرید و فروش چی میگن؟ سود شما. تو هر تجارتی هم ما هم سود داریم هم ضرر. حالا اینا رو چرا الان دارم میگم؟ چون اینا یه بحث بسیار مهمیه که تو ادامه بهش میرسیم. فقط میخواستم این پیش زمینه تو ذهنتون باشه که ما باید بدونیم تو اینجام عین تاجرای عادی دیگه، چه از هزاران سال قبل تا الان، ما هم سود داریم هم ضرر. فقط باید چیکار کنیم؟ باید تمام تلاشمون بکنیم که ضرر نکنیم، سود بکنیم. تو تجارت هم دو تا چیز خیلی مهمه. این که شما خیلی خوب بخرید، یعنی خیلی ارزون بخرید، خیلی گرونم بفروشین. اگر کسی توی یه قسمتش در واقع ضعیف کار بکنه، قیمت رو خیلی، جنسش رو خیلی خوب نخره، یعنی با قیمت پایین نخره، اتوماتیک وار منفعتش کمتر میشه. خب یعنی یه مثال بزنیم. فرض کنید یه تاجر خشکبار داریم، این میره 10 کیلو پسته میخره، هر کیلو 100,000 تومان. اینم رقم‌ها رو میدونم کم گفتم، فقط به خاطر اینکه این مثال زده باشم گفتم. پس هر کیلو پسته رو میخره چی؟ 100,000 تومان. یعنی چقدر پس خرید کرده؟ 10 ضرب در 100 کیلو میشه 1 میلیون تومان. یعنی 1 میلیون تومان رفته پسته خرید. بعد اینا صبر میکنه، اینا رو میذاره یک گوشه‌ای و صبر میکنه تا قیمت بره بالا. قیمت هر کیلو پسته چقدر میشه؟ فرض کنیم میشه 120,000 تومان. وقتی میشه 120,000 تومان میاد پسته رو میفروشه. یعنی به چقدر میفروشه؟ 10 ضرب در 120,000 تومان، یعنی 1,200,000 میفروشه. سود معامله چقدر میشه؟ 1,200,000 منها 1,000,000، 200 تومان اینجا سود میکنه. حالا اگر تو تشخیصش اشتباه پیش اومده باشه، به جای اینکه اینجا صبر بکنه قیمت بره بالا قیمت بیاد پایین، چه اتفاقی افتاده؟ ضرر کرد. حالا همین کارو میایم یه مرحله جلوتر میریم. خب حالا فرض کنید این دفعه دیگه به جای اینکه پسته بخریم، میریم 10 سهم از سهام از شرکت اپل رو میخریم. فرض کنید هر سهم $1,000. چون 10 تا خریدیم، چقدر خریدیم در واقع؟ $10,000. بعد میریم صبر میکنیم تا مثلا قیمت 10% بره بالا. 10% بره بالا یعنی چی؟ 10% $1,000 یعنی قیمت بشه چقدر؟ $1,100. صبر میکنیم، پس هر سهم میشه چقدر؟ هر سهم میشه $1,100. بعد سهام رو میفروشیم، 10 تا بود دیگه، میشه $11,000. سود ما چقدره؟ یه $11,000 فروختیم، $10,000 خریدیم، $11,000 منهای $10,000 میشه $1,000 سود ما. به همین راحتی. حالا اینجا که بهش خریدیم و در اصطلاح تریدینگ بهش میگم بای. همین به زبان انگلیسی خریدن میشه چقدر؟ چی میشه؟ بای.
به این اونجا که سهام میفروشیم بهش میگن سل. به زبان انگلیسی سل میشه، یعنی فروختن دیگه. این در واقع حالا به کل این بازار، به این بازاری که شما سهام اپل میخرید و فلان بهش میگن استاک، بازار استاک. استاک یعنی سهم. توی هم بکنم که ببینید. حالا میریم برای مثال بعدی. حالا توی این مثال فرض کنید 5 میلیون تومان پول داریم، پس انداز کردیم. میریم صرافی، میبینیم رو تابلوش زده $1 برابر 50,000 تومان. میگه آقا $100 میخوایم. $100 رو میخریم، میشه چقدر؟ میشه 500. $100 میشه 5 میلیون تومان. 100 ضرب در 50 دیگه. بعد صبر میکنیم، دلار میشه 60,000 تومان. از 50,000 تومان شد 60,000 تومان. $100 رو میفروشیم چقدر؟ 6 میلیون تومان. سود ما چیه؟ 6 میلیون تومان منهای 5 میلیون تومان، 1 میلیون سود کردیم، یعنی 20% سود کردیم. به این یکی بازاره میگن فارکس. تمام شد رفت. میبینید هیچ پیچیدگی نداره. به این نوع تجارت میگن فارکس. چیکار کردیم؟ پول دادیم، پول اکسچنج کردیم، یعنی تبادل ارز کردیم. مثلا ارز خریدیم، تومن دادیم، چی گرفتیم؟ دلار گرفتیم. بعد دلار دادیم، رفتیم دوباره تومن گرفتیم. به اینم میگن فارکس. توی مرحله شما فهمیدین پس تجارت دقیقاً شبیه تریدینگه. چرا؟ چون تریدینگ همون تجارته در واقع. فقط ما تو تجارت‌های دیگه کالا و جنس می‌خریم، تو این تجارت یا سهام خرید و فروش می‌کنیم، سهام شرکت‌ها رو، یعنی شرکت‌هایی که تونستن بیان تو بورس، یا اینکه تبادل ارز می‌کنیم، صرافی می‌کنیم. از ملت دلار می‌خریم، بعد می‌ذاریم گرونتر بشه، دلار می‌فروشیم. یورو می‌خریم، بعد می‌ذاریم یورو گرونتر بشه، بعد یورو رو می‌فروشیم. یعنی دقیقاً همین کارا رو می‌کنیم. می‌تونیم دلار بخریم، به یورو تبدیل بکنیم. یعنی تجارت ارز رو بهش میگن فارکس، تجارت سهامای شرکت ها رو بهش میگن استاک یا همون تریدینگ. فرض کنید بورس آمریکا یا بورس ژاپن که شنیدین، این همون تجارت سهامای کارخونه هاست. حالا تو این جریان مهمترین سوال چیه که تمام دنیا دنبال این سوالن؟ اینه که کی بخریم، کی بفروشیم. کی بخریم و کی بفروشیم. یعنی اگر ما میتونستیم علم غیب داشته باشیم، ظرف 1 ماه میتونستیم میلیاردر بشیم، ولی خب این علمو که نداریم دیگه. حالا پس چیکار میکنیم؟ پس باید بریم یه روش‌های دیگه‌ای بفهمیم که کی باید بخریم و کی باید بفروشیم، عین تاجرای دیگه. حالا یه چیزی هست الان اکثر من تو خودم تو واقعیتش تو ذهنم بود، امروز صبح داشتم میخوندم، یه ذره آدم ته دلش احساس بدی داره که حالا ما تو ایرانیم، اصلا این خرید و فروشه چجوریه، چجوری میتونیم بخریم، چجوری میتونیم بفروشیم، این کجا باید این کارو بکنیم، توی وبسایت خاصی اصلا میشه توی این به این چیزا، به این بروکرها، به این آدمایی که برای اون خرید و فروش میکنن، اینا انگلیسی صحبت میکنن و این مسائل. من میخوام بهتون بگم که رفتم یاد گرفتم، یعنی امروز رفتم نگاه کردم، چشمانداز کلی به دستم اومد. کوچکترین سوال و راحت ترین سوال همینه. اتفاقا تو این قضیه مهمترین سوال اینه، راحت ترین قسمتش اونه، چون خرید و فروش فقط با یک کلیک انجام میشه، حتی تو ایران، حتی در بدترین زمان تحریم. یعنی اصلا به این فکر نکنین، اینو کامل جلوتر که بریم بهش میرسیم. یعنی شما فقط بزرگترین سوالتون باید بشه کی یاد بگیریم، کی بخریم، کی بفهمیم قرار سهام بره بالا پس بخریم که وقتی رفت بالا بفروشیم. بالا که رفت یعنی مثلا قیمتش بیشتر شد، مثلا همون پسته که گفتم خریدیم، یا مثلا اون اپلی که رفتیم خریدیم. این کی بخریم که پایین‌ترین قیمت باشه، کی بفروشیم که قیمتش بالا باشه، این وسط یه سود خوب در بیاره. این همه کارا مربوط به اینه. پس چی شد؟ کوچکترین سوال
من مثلا کجم نوشتم که بدونی این سوال خوبی نیست. چرا؟ چون که یک بار شما انجام بدید دیگه خیالتون راحت میشه که میتونید هر لحظه که بخواید بخرید، هر لحظه هم که خواستین بفروشید. پس اینو توضیح دادیم در موردش. حالا پاسخ به این سوال. ببین دو راه داریم که بفهمیم کی باید بخریم و کی باید بفروشیم. حالا اینجا رو گوش بدین، این ذره مهمه. ببین توی هیچ تجارتی هیچ کس نمیتونه به شما چک سفید بده که حتما تو اون معامله شما میبرین، شما سود میکنید و ضرر نمیکنید. شما چه تو فارکس کار بکنید، چه تو بورس کار بکنید، چه تو خرید فروش خشکبار باشین، چه تو خرید فروش پنبه باشید، رو هر تجارتی که بکنید هیچ وقت مطمئن نیستین که حتما سود میکنید یا حتما ضرر میکنید. پس چیکار در واقع میکنید؟ میایید مطالعه میکنید، میبینید که آیا فرضاً فلان جنس رو من بخرم قیمتش قراره بره بالا، قراره قیمتش بیاد پایین. میشین به این چیزا فکر میکنید. این مهمترین سوالتون اینه، اون درصد احتمال بردنتون رو با این فکرها، با این بررسی‌ها بالاتر میبرید، ولی هیچ وقت 100% مطمئنا نمیتونید بگید. اینجا همینه. شما دو تا روش دارین که میاین چیکار میکنید؟ میاین بررسی میکنید که ببینید که آیا فلان سهام الان وقت خریدنش هست، آیا بالا میره، آیا پایین قراره بیاد. اینو میاین بررسی میکنید. دو روش هم بیشتر نداره. یه سری هم هستن که اصلا این چیزا رو نمیدونن، عین قمار میخرن میفروشن. این کار قمار بازی نیست. بورس اگر مثل این برین جلو و بدون دانش همینطوری یه چیزی رو بخرین، احتمال داره 50% احتمال داره ببرین، 50% احتمال داره ببازین. ولی در دراز مدت نشون داده شده کسایی که قمار میکنن آخرش المفلس فی امان الله، یعنی هیچ همه سرمایه‌شون از بین میره، هیچی هم به دست نمیاره. پس ما اینایی که الان داریم یاد میگیریم و برای چی یاد میگیریم؟ که این درصد احتمال بردنمون و احتمال سودمون تو این تجارت رو بالا ببریم. حالا روش ها. ببینید دو تا روش داریم. از دو روش ما استفاده میکنیم. خب روش اول چیه؟ بهش میگن فاندامنتال. این چیه؟ این که این در واقع همون روشی که الان همه تاجرها انجام میدن. یعنی فرضاً ما میخوایم بریم یه شرکتی رو بخریم، سهامشون. میشینیم نگاه میکنیم، ببینیم اخبار رو میخونیم، میبینیم که آیا در مورد این شرکت اتفاق خاصی قرار نیست بیفته. بعد مثلا میبینیم تو اخبار اومده که قرار شرکت اپل فرضاً با این شرکت قرارداد ببنده، پس ارزش اون شرکت بالا میره دیگه. تا این خبر رو خوندیم میفهمیم که این قرار قیمتش بره بالا. بعد میریم چیکار میکنیم؟ میایم سهام اونو میخریم. بعد که قرارداد بستن یهو سهامش میبینیم 40% افزایش پیدا کرد. به این نوع در واقع بررسی که ما بفهمیم که از روی اخبار بفهمیم که قیمت قراره بره بالا یا بیاد پایین، بهش میگن فاندامنتال، این زیربنایی. که یه سری وبسایت هایی هست که در واقع توی این وبسایت ها که حالا جلوتر من دیدم امروز، جلوتر وقتی حالا به اون قسمتی این که یاد بگیریم فاندامنتال چیه، همه این وبسایت ها رو بهش میرسیم و مینویسیم و میریم روش کار میکنیم. فقط زبانش هم انگلیسیه، بهتره که زبان انگلیسیتون هم یک کمی بهتر بکنه. البته گوگل ترنسلیتور هست. دومی چیه؟ دومی معمولا دیگه تو این تاجرای قدیمی استفاده نمیکنن. بهش میگن تکنیکال آنالیز. یعنی به فارسی چی؟ تحلیل تکنیکال. این خیلی جالبه. یعنی چی؟ ببین توی این تکنیکال آنالیز یا تحلیل تکنیکال یه قانونی هست که میگه آقا تاریخ، یعنی اصلش واقعا بر پا همین مایه است، تاریخ دوباره تکرار میشه. یعنی چی تاریخ دوباره تکرار میشه؟ یعنی فرض کنید این چارت ها رو دیدین که توی چارت های بورسه چیزایی هست اینطوری بالا پایین میشه و فلان، مثل این
خب میگن که یعنی اصل و پایش اینطوریه. مثلا اگر مثلا چند ماه پیش یا یه بازه زمانی پیش، هم یک سال پیش قیمت اینطوری بوده، رسیده مثلا به این نقطه، فرض کنید چارت باشه دیگه، مثلا میگه قیمت الان چنده، 1000 تومان مثلا، $1000. بعد دوباره قیمت اومده پایین شده، اینجا چقدر، مثلا $950. میبینی دوباره رفته بالا، دوباره اومده پایین. میگن ما قبلا این اتفاق افتاده که به این $1000 که رسیده دوباره قیمت اومده پایین. پس احتمال این اتفاق چند بار افتاده، پس احتمال داره الانم که فرض کنیم الان قیمت اینجاست، این دوباره میره بالا میره بالا میره بالا، به این $1000 که رسید دوباره میاد پایین. پس بعد چیکار کرد؟ میگه پس مثلا وقتی اینو دیدی، حالا این که چجوری میشه این خطر پیدا کرد، یعنی این $1000 که میگیم قبلا رفته، بارها پیش اومده که رسیده به این $1000 بعد اومده پایین، و این روش ها که همین تحلیل تکنیکالی که میخوام یاد بگیریم. این حالا جلوتر اینقدر ابزار و چیزای علمی روش گذاشتن که خیلی راحت میشه با یه درصد خیلی بالایی به دست آورد. به این میگن تحلیل تکنیکال، که مثلا وقتی ما این فرض کنیم همین مثال رو دیدیم، اینو دیدیم، میگیم خب پس من الان چنده الان قیمت، مثلا میگیم ما قیمت هست مثلا فرض کنید $970. میگیم خب میریم این سر این $970، پس الان میدونیم احتمالاً داره میره بالا به $1000 میرسه، پس $970 میخریم. خب یعنی بای میکنیم مثلا، بعد این میاد بالا میاد بالا مثلا میرسه به $1000. وقتی رسید $1000 دیگه احتمال میدیم به خاطر همون علمی که گفتیم، همون تحلیل تکنیکال که قبلا دیدیم که $1000 بوده، اون دوباره قیمت اومده پایین، اینجا میایم چیکار میکنیم؟ اینجا میفروشیم، اینجا میفروشیم. بعد قیمت اومد پایین، قیمت میاد پایین، مثلا میرسه به اینجا. بعد دوباره قبلا دیدیم که تو اینجا مثلا وقتی قیمت رسیده، فرض کنیم اومده به اینجا رسیده، قیمت چقدر؟ $200. قبلا دیدیم وقتی که تو این بازار، وقتی که تو این فرض کن سهام این شرکته، هر وقت به $200 رسید دوباره اومده بالا، که پس اینجا دیگه این $200 چقدر؟ کمترین قیمتشه. ما دوباره سر این $200 چیکار میکنیم؟ میخریم، دوباره میره بالا. بعد مثلا حالا فرض کنیم دوباره میرسه این خط $1000. وقتی رسید به اینجا میگیم این دوباره احتمال داره بیاد پایین ها. پس رسید که به $1000 اینجا میفروشیم. این به همین راحتی شرحش ها، ولی خودش به این راحتی نیست، چون بعض وقتا میبینیم با اینکه حالا اینو گوش بدید، با اینکه ما این خط $1000 رو فهمیدیم که قیمت به این برسه بازم میاد پایین، بعضی وقتا ولی میبینیم تو رفت تا $1200. میدونیم مثل چیه؟ مثلا همین صرافیه یه زمانی میگفتن دلار امکان نداره دیگه از 3000 تومان بره بالا، یا دیدیم رفت الان که 60000 تومان. چرا؟ چون اونا یه حسابی میکردن دیگه، یه حسابی میکردن، حالا اونا با فوندامنتال حساب میکردن که مثلا دولت نمیذاره تا این رقم بره بالا چون قیمت‌های دیگه میره بالا، با یه حساب دیگه اونا حساب میکردن، ولی احتمال داره بعدش هم بازم از اینجا بره بالا. وقتی دوباره از اینجا رفت بالا، ما حالا فروختیم فرضاً، دوباره میایم چیکار میکنیم؟ دوباره میشیم تحلیل میکنیم، میگیم خب اگه این دفعه ببینیم جای دیگه بوده که $1000 رد کرده، بعد دوباره جا وایساده، میبینیم قبلا مثلا بوده تا اینجا، این وقتی $1000 رد میکرده تا مثلا $4000 میومده، دوباره برمیگشته پایین. پس ما چیکار میکنیم؟ میگیم خب اینجا دوباره اینجا فروخته بودیم دیگه، دوباره اینجا میخریم، میگیم خب پس مقصد بعدیش $4000، دم $4000 اونجا میفروشیم. این میشه تجارت، میشه همین خرید و فروش سهام، اصلش بر همین اساسه. فقط این که در واقع از حالت این تحلیل تکنیکال و فوندامنتال چیکار میکنه؟ از اون حالت تاس انداختن ما رو جدا میکنه، درصد بردمون رو بالاتر میبره. یعنی اگر تاس بندازیم 50-50، یعنی تاس که مثلا فرض کنید یه تاس داریم بخریم یا بفروشیم، یه 0 باشه یا 1 باشه، یا سکه بندازیم بهتر، بعد 50-50 دیگه. بعد وقتی با این اطلاعات رو داشته باشیم، میاد 50% رو چیکار میکنه 50% احتمال برد داریم، با این تحلیل تکنیکال و فوندامنتال اینا مثلا میکنه 50% میکنه 70% احتمال بردمونه.
80% احتمال بردمونه. به خاطر همین اونجا دیگه وقتی در دراز مدت آدم پولدار میشه دیگه. خب پس اینم توضیح دادم. پس تحلیل تکنیکال هم در واقع کاری که میکنه اینه. فقط یه چیزی به شما بگم، ببینید 95% کسایی که تو این بیزینس هستن، 95%شون که تو کار سهام و فارکس هستن، این جدی میگم ها، اینا اصلا این نه تحلیل تکنیکال میدونن نه فوندامنتال، هیچی نمیدونن. اینا تنها کاری که میکنن این که نگاه میکنن ببینن کسایی که اینا رو بلدن، ببینن اینا چه جوری کار میکنن، چی خریدن، طرف چی خریده میرن اینا میخرن، طرف وقتی فروخت میرن اونا میفروشن. یعنی خودشون کار علمی نمیکنن. حتی توی مثلا کشور خارجی هم همین درصده، شاید هم حتی این درصدش هم بیشتر باشه وجود داره. به خاطر همین شما وقتی اینا رو یاد بگیرین خودتون میشین یه مرجع، مجبور نیستین آویزون دیگران باشید بدون تعارف. حالا ببینید ما میریم حالا قسمت بعدی. برای فعلا ما فاندامنتال رو روش کار نمی کنیم، یعنی توی این جلساتی که الان چند جلسه بعدی من شروع میکنیم با تحلیل تکنیکال کار کردن، بعد به فاندامنتال هم میرسیم. نقشه راهمون چیه؟ این نقشه راهمون، نقشه راه. ما الان شروع کنیم اول این تحلیل تکنیکال رو چیکار کردن. این همین تو همش تو همین یک ماه اوله با تحلیل تکنیکال رو یاد گرفتم که این همین چیزایی که گفتم کجاها بالا میره، ما چجوری بفهمیم از قدیم از گذشته بفهمیم الان چه اتفاقی قراره بیفته و فلان، و اینو اول یاد میگیریم. بعد میریم چی یاد میگیریم. این همه تو همین یک ماه اتفاق میفته. مدیریت ریسک و سرمایه. این خیلی مهمه. مثلا اینکه خیلی من جاهای دیگه مختلف دیدم که چیز دارن روش خیلی تاکید دارن. مدیریت ریسک و سرمایه چیه؟ میگه که آقا شما پول داری، بهمون در واقع با این یاد میگیریم چجوری ریسک بکنیم، چقدر رو پولی که داریم ریسک بکنیم، سرمایه‌مون رو مثلا فرض میخوایم یه سهامی بخریم در بر حسب چه پارامترایی چقدر سرمایه توش بریزیم. این علم دیگه که همه تاجرها دارن که بهش میگن عقل مثلا معامله، تجار بهش میگن عقل معامله دیگه. اینجا بهش میگن مدیریت ریسک و سرمایه. چجوری باید پولمون رو سرمایه گذاری بکنیم، کجاها باید سرمایه گذاری کنیم، چقدر باید سرمایه گذاری کنیم، اگه میخوایم ریسک بکنیم چقدر ریسک بکنیم. اینا همه تو این قسمت آموزش داده میشه. بعدش میگیم چیه؟ یه چیزی هست که خیلی جالبه، میگن استراتژی. استراتژی چیه؟ استراتژی میگه آقا حالا وقتی این دوتا علم رو یاد گرفتی دیگه میای برای خودت یه چیزی شبیه چک لیست درست میکنی. یعنی میگی مثلا من وقتی خواستم یه سهامی رو بخرم باید این اتفاقات روش افتاده باشه، بدونم مثلا حتما به این پایین رسیده باشه، حتما 4-5 ماه قبلش رو نگاه کرده باشم ببینم واقعا در این $200 که اینجا کف دیگه قیمت پایین بازار، کف قیمت بازار انجام شده، اونجا هم اتفاق افتاده باشه. و یه سری پارامترهای دیگه که ما اینا رو تو تحلیل تکنیکال یاد میگیریم. وقتی تمام اینا رو ما در واقع مثل این چک لیست هست، این کاری کرد، اینم این اتفاق هم افتاد، آها اینطوری هم شد، پس این سهامه رو وقتی اینا اوکی شد میگی خب پس این سهامه رو باید میشه در الان دیگه خرید، یا الان میشه این سهامه رو فروخت. به میگن استراتژی. حالا هر کسی هم برای خودش داره. یه سری استراتژیایی هم هست که آدمای مختلف دارن و تو یوتیوب و اینا در واقع قرار دادن استراتژی هاشونو که ما به اونا هم اینا رو دیگه تو برج توی ماه دوم سوم باش روش کار میکنیم. بعدی که استراتژیتون رو مشخص کنید میاد تستش میکنین. میگه حالا مثلا فرض کنید شما یه چک لیست برای خودتون درست کنین که من برای اینکه بخوام این سهامو بخرم باید این اتفاقات بیفته. وقتی من بخوام این ارز رو در واقع بخرم یا بفروشم باید این اتفاقات حتما این چیزا رو بررسی کرده باشن. بعد نگاه میکنیم که آیا این استراتژی جواب میده یا نه. روش جواب دادنش هم اینه که میان مثلا قبل بازار این استراتژی رو فرض کن برایش 1 سال قبل بررسی میکنن، چون میگن بازار تاریخ تکرار میشه، بازار همون اتفاقای عادیش رو دوباره تکرار میکنه. میگن اگر تو این مثلا تو این بازه زمانی تو این 1 ساله این جواب داد و دیدیم در کل سود میدادیم، میفهمیم در آینده هم سود میدیم. اگر دیدیم جواب داد سود میدادیم، میفهمیم المراد، میگیم آفرین به خودمون. اگر نداد میگیم دوباره برگرد استراتژی تو بهینه کن، یه سری تغییرات بده، دوباره تست بکن. انقدر این روش اتفاق میفته
که شما چی یه استراتژی خوب پیدا میکنید. بعد از این میایم چی یاد میگیریم؟ روانشناسی بازار، که این خیلی مهمه. مثل این که اینم که بازار خود بازار روانشناسی میکنیم، یعنی بازار چه رفتارهایی در چه زمانهایی داره، که در همین حد من فعلا فقط میدونم که بعداً وقتی بهش رسیدیم و شکام خوندم به شما میگم. ببینید در موازات این نقشه که راهی که داریم هم در موازاتش هر چند خیلی در مورد فوندامنتال هم صحبت میکنیم. یعنی وقتی ما به اینجا برسیم فوندامنتالمون هم تکمیل شده. فقط چند تا چیز خیلی مهم بگم. حتما اگر دارین همینطور سر خوردین اومدین توی این کانال، این ویدیو اولی که ما در معرفی کاناله حتما 15-13 دقیقه و خورده ایه. این حتما این ویدیو رو ببینید. پس ببینیم حتما ویدیوی معرفی کانال را ببینید یا تماشا کنید. اسم کانالمون چیه؟ Trade Topics. این همینطوری بذاریم که مثلا اینجا من لینکش هم این بالای صفحه الان میذارم، توی قسمت توضیحات هم هست. بعد غیر از این سابسکرایب حتما بکنید. چرا میگم سابسکرایب بکنید؟ چون به نفع منه که میخوام این سایتم، این کانال یوتیوبم بیشتر دیده بشه. یکم که در جلسه بعد که اون فردا هست درباره نحوه جمع آوری سرمایه، این خیلی مهمه این الان ربطی به قسمت تکنیکال نداره، فقط ولی بهتون میگن چی. ببین در جلسه بعد یعنی فردا، خب درباره نحوه جمع کردن سرمایه برای معاملات بورس و فارکس صحبت خواهم کرد. این یعنی چی؟ ببینید شما اگر بخواید معامله بکنید در هر سطح، حالا با اینکه قرار نیست یه میلیارد پول بریزین تو وسط که بخواید یه بار خیلی بزرگی رو تجارت بکنید، ولی یه مقدار حداقلی باید داشته باشین. اگر خیلی پول دارین کلا که چی دیگه نشین دفعه بعد اصلا نگاه نکنید فردا شبو، چون که خب شما الان پول کافی دارید. ولی اگر البته جز یه مورد رو باید نگاه کنید، بخاطر همین حتما نگاه کنید، چون میخوام بگم حتی اگر پولم دارید چیکار کنید که اگر ضرر کردین خیلی مقبول نشین. و اگر ندارید یا اصلا مقروضین، وضعیتون خوب نیست، اصلا میگین من کجا و سرمایه کجا، اصلا پول از کجا بیارم فلان، حتما این جلسه بعد حتما نگاه کنید. بعدش به خاطر همین حتما اینو سابسکرایب بکنید کانال رو. بعد دیگران هم اگر تونستید لطف بکنید معرفی بکنید که وقتی سابسکرایب کردین همون جلسه که اون زنگوله های کنارش هم بزنین. اگر این کار بکنید تا این چیز بشه، تا ویدیو رو من بذارم، همون موقع به شما یه نوتیفیکیشن میده که آقا این ویدیو جدید اومد. تا فردا خدا یار و نگهدارتون.